салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси сиюм аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1. хоб, дар дарси гузашта агар дар хотир дошта бошед, дар бораи замони ҳозираи содда дарсро оғоз кардем, ки замони ҳозираи содда ба забони англисӣ мешавад present simple. خب present simple از اینجا آغاز کردیم و این گفتگوها رو گرفتیم، این گراماتیکا رو گرفتیم و این تمرین ها رو نیز با هم کار کردیم. خب اکنون امروز باشد از اینجا آغاز میکنیم. موضوع همون موضوع هست، موضوع درس گذشته است present simple همراه جانشین های شخصی he she it. خب در رسم یکم در اینجا خب کمتر کلانتر کنیم. در رسم یکم در اینجا برین میگوید که chocolate cake یعنی تورتی شکلاتی کیک تورت. خب دف میگوید it's for Vicky، این برای ویکی است. today is her birthday، امروز روزی وی است. Does she like chocolate cake؟ یعنی آیا وی تورت شکلاتی را نغز میبیند، دوست میدارد؟ و در جواب برین میگه No she doesn't، نه وی دوست نمیدارد. و زوی نیز میگه Vicky doesn't like chocolate cake. و توتی در اینجا حیران شده است، یعنی سرش رو هر طرف برده است. یعنی اونها که برین خب در پایان قصه میفهمیم که چی گپ میشود. she likes music وی موسیقی را دوست میدارد. خب و زوی میگه که خب برین گفت که she likes music، برین میگه وی موسیقی را نغز میبیند. زوی میگه that's right، یعنی درست است. go and buy a CD for Vicky، میگه برو و یک CD بخر، یک دیسک CD بخر برای ویکی را. و دف میگه اوه اوکی، خوب، یعنی دورت میرود. یعنی و در اینجا توتی باشد حیران شده است به طرف این دو نفر برین و زوی نگاه دارد و میگوید که you are very naughty. Vicky loves chocolate cake. شما خب ناوتی خیلی به ادبید یا که خیلی خب یا به ادب می شود یا اینکه خیلی خب این ما در زیر همین ویدیو ترجمه‌اش میمونم یا که در پریمیر میمونم، از خاطرم رفت. یعنی همین کتاب را 2 بار 3 بار درس میدیم، اما همین کلمه از خاطرم رفت ترجمهش. یعنی یا بیادب میشد یا خیلی دیوانه هستید، مجنون است، به این معنا است. خب در زیر همین ویدیو در کامنتر معناش میمونم یا اینکه در پریمیر می نویسم براتون. خب Vicky loves chocolate cake، یعنی ویکی تورت شکلاتی رو نغز میبیند. و در اینجا باشد زوی میگه yes but Dave doesn't know، میگه که بله نغز میبیند لیکن این رو دیو نمیداند. یعنی اون رو فریب کردن یا یک شوخی کردن همراهش و دیو رفت به سوی CD خرید و اینها 6 تا تورت را خورده استن. خب در اینجا گراماتیکا است، این گراماتیکا رو میگیریم. خب جمله های خبری رو میگیریم. پوزیتیو یعنی he likes chocolate cake. خب در پوزیتیو جمله های خبری در درس گذشته همراه جانشین های I, you, we, they اینها در فعل یگان پسوند اضافه نمیشد، اما در همراه جانشین‌های he she it در آخر فعل یک s می آید. s
خب نگاه کنیم این like در اصلش like است like اما در اینجا likes اومد likes he likes chocolate cake یعنی وای شکلاتی تورت شکلاتی رو نقض می‌بیند she runs fast یعنی وای تیز می‌دود it runs fast وای تیز می‌دود خب جمله های اینکاری نگاتیو he does not like chocolate cake وای تورت شکلاتی رو نقض نمی‌بیند یا که شکل مختصرش he doesn't like chocolate cake she doesn't run fast وای تیز نمی‌دود it doesn't run fast وای تیز نمی‌دود خب جمله سوالی اگر ما بخوایم که از همون جمله های خبری که he likes chocolate cake she likes chocolate cake بخوایم جمله سوالی بسازیم پس این خیلی میگیم does در درس گذشته همراه جانشینی های I, you, we, they do می آمده do I like, do you like اما در اینجا does می آید does he like chocolate cake does she like chocolate cake does it run fast خب در اینجا does به معنای آیا هست فعل یاری دهنده است خب does he like chocolate cake آیا وای تورت شکلاتی را نقض می‌بیند does she run fast آیا وای تیز می‌دود does it run fast آیا وای تیز می‌دود خب اینها جمله های سوالی بودن اما جمله های جوابی یعنی جواب های کوتاه وقتی یک نفر میگه does he like chocolate cake میگیم که yes he does yes he does یا که yes she does یعنی بله وای دوست می‌دارد yes it does یعنی وای دوست می‌دارد بله وای دوست می‌دارد no he doesn't نه وای دوست نمی‌دارد no she doesn't نه وای دوست نمی‌دارد no it doesn't خب این بود جمله های جوابی خب در اینجا توتی میگه که we use the present simple to talk about facts یعنی ما استفاده میبریم استخدام میکنیم زمان حاضره ساده رو برای گفتن درباره فکت ها دلیل ها واقعیت ها خب واقعیت ها به مثلا آفتاب هر روز میبارد آفتاب هر روز میشیند هر روز مثلا روز میشود شب میشود به مثل همین خب spelling rules third person singular میگه که قاعده های تلفظ سوم شخصی تنها مثلا یکم شخص I like میگویم دوم شخص you like میگویم سوم شخص برای جمع میگیم they like اما سوم شخصی تنها he she it میگیم likes he likes خب اینجا نگاه کنیم he likes play plays sits خب بعضی از فعل ها es میگیرن به مثل do does go goes wash washes watches به مثل همین خب این بود مکالمه و گراماتیکا خب یک دو سه تمرین کار میکنیم choose and write انتخاب کن و نویس خب این کلمه هایی که در اینجا آمده است like eat play buy take drink اینها رو باید که در این جای خالگی گذاریم positive یعنی جمله های خبری مثبت Vicky likes chocolate cake یعنی ویکی تورت شکلاتی رو نقض می‌بیند the cat خب the cat از اینجا drink میگیریم drink the cat the cat drink milk یعنی گربه شیر می نوشد brain books در اینجا فهمیده می شد brain drink take buy play eat buy می شود یعنی چی می خرد کتاب می خرد buy خب brain buy books یعنی brain کتاب می خرد deaf football deaf play می شود در اینجا deaf play football Zoe the bus to school Zoe take می شود خب
معذرت دوستان گرامی، اینجا takes می شود، در اینجا plays می شود، در اینجا باشد buys می شود، در اینجا باشد drinks می شود. خب اسم میگیرد همش. کورکی آیس کریم. خب کورکی در اینجا eats می شود، eats آیس کریم. کورکی یخماس می نوشد، میخورد، یعنی مروژنه یخماس. خب جمله ها را اگر بخوایم که منفی بکنیم، بگیم که she doesn't like spinach، یعنی وای سپیناچ رو نمیبیند. eat، خب اینجا چی بود؟ گربه بوده. eat مثلا بنویسیم it doesn't drink orange juice. وای شربتی افلسونی نمی نوشد. خب he doesn't buy می شود، در اینجا می خرد، مثلا نمی خرد. he doesn't buy comics. خب جمله چهارم Dev plays football. خب Dev doesn't play tennis، یعنی Dev تنیس بازی نمیکند. she doesn't take بودن. she doesn't take a taxi. وای تاکسی قطعی نمیرود یا تاکسی کرا نمیکند. خب he doesn't eat tomatoes، یعنی وای پامیدار نمیخورد. با مثل انا همین. خب read and write، یعنی بخوان و بنویس. در اینجا زوی چیکار میکند؟ روزی جمعه play volleyball، Friday play volleyball، Saturday get up at 11 o'clock، Sunday go to the park. خب بازید ببینیم که اگر زیاد مونده باشد. خب بله زیادی بد است، این را به درس دیگر هم میگذاریم. خب در این درس به همین قدر اکتفا میکنیم تا اینجا آمدیم، تا تمرین پنجم آمدیم. خب از درس آینده می شود درس 31 از اینجا آغاز میکنیم. خدا خواسته باشد اینو در اینجا بگذاریم که تا که فراموش نسازیم. درس 31 از اینجا آغاز می یابد. خب با همین درس امروزه به پایان رسید. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you next class and thank you for watching. یگان گفتنی پیشنهاد توصیه داشته باشین در زیر این ویدیو در زیر شرح نویسین یا در اینستاگرام دنیا زبان نویسین. خب درس امروزه به پایان رسید. خدا نگهدار.